به خونسردی خودتون مسلط باشین که اصلا سخت نیست. تنها کاری که باید بکنین جلوی عروسه که تکون ندین. فقط خانوما از این ور میرن، آقایون هم از این ور. قاطی نشین لطفا. شیطان فیتان دادارا دیدم شیشاش بیا. این معنی هم داره؟ نه بابا، من از این خواننده جدیدم. آشم دستازن بم هلش بده لاشخور، هلش بده. کلم راسون بود. همش بچه بازی بود. همگی جمشید خمشید گمشین بریم بازی بعدی. آقا اجازه، حقیقتش ما میخوایم انصراف بدیم. زن و بچه بامونن، نمیتونن، گرسنشونه. خب باشه بعد شام رای گیری میکنی. شما هم میدین بچه قضیه کنکله. تایتلای ثانوی همینجا هستیم. برو برام انار بیار. انار؟ چیه واسه بچت بیار کردم من چیکار کنم؟ انار نیست اینجا. خب که چی؟ مهرمو که گرفتم یه تیبا گذاشتم زیر پام، بعد میفهمی چیکار کنی. آقای دایره، ناموسن خودت خجالت نمیکشی؟ 3 تا سگ داریم اونجا میدیم شیر کیک میدی، میگی اینجا شامتونه؟ گدا پدرته. معلومه. بذار تا حالا بچه‌ها رو جمع نکردم بعد. احمد تخت منه. دایره یه شلیکش کو. احمد خیلی بی‌نظمه. برو با چنگال بکشش. احمد خیلی بی‌نظمی انصافا. بیا حامله‌ای. نه دست در نکنم. من سردرد دارم نمیتونم بخورم. او کله بنفشه قرص باشه ازش بپرس ببین استامینیفون نداره. امیر ژلوفن یا استامینیفون داری؟ ما داروخونه ام عمو. نه انصافا این چیزی ازت میپرسم. جان کاظم راستشه بگو. چند سالته؟ 68. جمعت گیرم. ننه ها ما تو 40-50 سالگی زمین گیر میشن، ولی تو این سن مثل میگ ویژ. حالا من خودم هم زانو درد دارم، زانو هم آب آورد. هرچی به کاظم گفتم ببرم مارایی گفت پول ندارم. بسوز پدر بی پولی. تا الان سهم هر نفر 80 میلیون ریال میباشد. ای برق رفتم. آقا به دلیل مصرف برق بالا این بازی ها دیگه برگزار نمیشه. برین خونه هاتون، تا همینجا بسته.